دنیا پر از شگفتی‌هایی که ما هنوز کامل نمی‌فهمیم. درخت‌ها با هم حرف میزنن و پیام و مواد غذایی رد و بدل میکنن. انگار یه شبکه زیرزمینی نامرئی دارن. ابرها میتونن بیش از 1,000,000 تن وزن داشته باشن، اما با وجود این شناور میمونن. صاعقه داغ‌تر از سطح خورشیده و دماش به 7,000 درجه میرسه. با این حال زمین رو نمیسوزونه. کوسه ها قبل از درخت ها روی زمین بودن و میلیون ها سال تغییری نکردن. در قطب جنوب جاهایی هست که میلیون ها سال بارون یا برف نباریده. بعضی قارچ ها در تاریکی میدرخشن و نورشون شبهای جنگل رو روشن میکنه. دلفین ها همدیگر رو با اسم صدا میکنن، دقیقاً مثل ما انسان ها. جنگل آمازون به تنهایی سراسر اکسیژن زمین رو تولید میکنه و هنوز بیشتر اقیانوس ها ناشناخته‌اند. طبیعت به ما یادآوری میکنه که حتی ساده ترین موجودات قدرت و اصرار بی نهایت دارند.